جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بهترین سلام و درودها تقدیم شما عزیزان شنونده. هر کجا باشید دلتان خرسند، لبتان خندان باد. سیده عبدالله زاده هستم با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه حکایاتی از گلستان. در خدمت شما دوستان و همراهان برنامه هستیم. برنامه حکایاتی از گلستان تهیه شده در بخش فرهنگ و اجتماعی رادیو مهر با تهیه کنندگی مدینه حیدرزاده و صدا برداری و تدوینگری محمد حکیم. با ما همراه باشید. تا به حال دیده اید برخی آدم ها دست به کاری می زنند که اصلا مهارت ندارند، ولی خودشان گمان می کنند که خیلی می دانند و می توانند و هرگز فکر نمی کنند که شاید باعث رنج دیگران شود. خداوند ارحم الراحمین برای هر کسی استعداد مناسبی را بخشیده است. یکی صدای خوب دارد، یکی دستپختش به مزه است، یکی در کارهای فکری توانایی‌های بسیار دارد. در عوض یکی قدرت جسمانی زیاد دارد. از قدیم هم گفتند هر کسی را بهر کاری ساختند. چه خوب می شود که هر یک از ما پیش از آن که دست به کار زنیم ابتدا بسنجیم و ببینیم که آیا من مناسب آن کار هستم یا نه؟ آیا توانایی لازم را دارم یا نه؟ همدیاران مهربان همراه ما باشید تا حکایت امروز را بشنویم. حکایت. ناخوش آواز به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دل بر او بگذشت، گفت تو را مشاهره چند است؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بهر خدایی میخوانم. گفت از بهر خدا مخوان. گر تو قرآن بدین نمط خوانی، ببری رونق مسلمانی. دوستان عزیز، همان طوری که از حکایت فهمیده می شود، انسان باید هم کاری خوب کند و هم خوب آن کار را انجام دهد. مثال بعضی ها می خواهند که جوانان را نصیحت یا که راهنمایی کنند،
ولی هرگز دقت نمی کنند که چگونه بیان کنند تا آن پسر یا دختر جوان را تحقیر نکنند. نکته تربیتی دیگری که در این حکایت نهفته است این که بعضی پدر مادران هستند که فرزندشان را وسیله می کنند برای تحقق آرزوهایشان. مثال فرزند مهارت بالایی در نوشتن و سرودن دارد و می خواهد که نویسنده شود، ولی والدین اصرار و اجبار می کنند که فرزندشان پزشک شود، که گاهی این اجبارها نتیجه می دهد و فرزندشان پزشک می شود، اما چون علاقه و استعدادش را ندارد هرگز پزشک موفق نمی شود. در پایان می خواهم به این نکته بپردازم که دوست عزیز، فرق نمی کند که تو رئیس باشی یا کارگر، راننده باشی یا آشپز، دوزنده باشی یا فروشنده، معلم باشی یا مهندس. مهم آن است که در نقش و جایگاه خودت وظیفت را به درستی انجام دهی. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org